مصاحبه با آقای دکتر شاپور بختیار در روز چهارشنبه 17 اسفند 1362 برابر با 7 مارس 1984 در شهر سورن، حومه پاریس، فرانسه. مصاحبه کننده ضیاء صدقی. آقای دکتر، در ابتدای گفتگوی امروز ما میخوام از حضورتون تقاضا کنم که درباره انشعاب در حزب ایران که منجر به پیدایش جمعیت آزادی مردم ایران به رهبری آقای محمد نخشب شد برای ما توضیحاتی بفرمایید که این جریان چرا در حزب ایران اتفاق افتاد. وقتی که من وارد حزب ایران شدم در سال 1328 آقای نخشب در اونجا بود. یه جوانی بود با یه سبک خاصی که به نظر من با روش و سنخ فکر و سوابق و چیزهای ما که در اروپا بیشتر تربیت شده بودیم نداشت و اغلب و اکثرا ایشون خودش را یک سوسیالیست خداپرست می‌خواند و اصولاً یک تمایلات مذهبی داشت که بسیار به نظر من سطحی بود، ولی یک قسم دکانی هم بود برای که خودشون رو متمایز بکنند از دیگران. میدونید بعضی اشخاص هستند که دائما در صدد این هستند که در یک جمعیتی در یک جایی یک پوانی را که از نظر به اصطلاح آنالیز عقلی مشکل به یه صورتی شعار اضافی و چیز خودشون قرار بدن و فعالیت بکنن. ایشون خودش را سوسیالیست خداپرست میدانست و با یک لحن بسیار بسیار قاطع در تمام محافل و مجالس و اینها فعالیت میکرد. من تازه وارد شده بودم ولی ایشون اینجا بود و میدانم که ایشون با یک گروهی دیگه آمده بود و سمپاتیزان مثل همیشه و سمپاتیزان و طرفدار آقای سنجابی بود. یعنی برای اینکه مردم رو جمع کنه، سنجابی فردا دکتر کشاورزم وارد حزب بشه اونم مانعی نداره، اونم قبول میکنه. موضوع یارگیری و تعداد بیشتره که ایشون همیشه دمگاهی به دستش بیاد و وقتی هم به دمگاه به دستش آمد لیاقت نگاهداریش نداره، اونها یه مسئله دیگه است. ایشون از طرفداران بود. آقای نخشب به سرعتی عجیب، تازه من وارد شده بودم، هر روز در کلوب حزب ایران جغل طلبه رم برمی داشت می آورد اونجا. یه پسرایی که از فیسیه قم بودن خدا میدونه یا یک خراب شده مثل اونجا می آورد و عضو می کرد. من هم چون تازه وارد شده بودم و از دور نگاه می کردم مثلا وارد این ماجرا نمی بودم. آنچه که می دانم برای کنگره‌ای که تشکیل شد، بدون اینکه من عضو اون کنگره باشم چون همونطور کردم من تازه آمده بودم، سر و صدای زیادی او و یه نفر دو نفر دیگر هم داشتن که یکیشون آقای رازی نامی بود که بسیار بعد به طور مشخص خودش رو نشون داد که در حزب ایران بیکاره و اصلا جاش اونجا نیست و خلاصه به طور گروهی و بله این به طور دست جمعی اینها را همینطور می آوردند برای اینکه بتوانند یک نیرو و یک قدرت و یک چیزی از خودشون نشون بدند. در این جریانات تمام سران حزب ایران من جمله آقای صالح، من جمله زیرکزاده، من جمله حقشناس، من جمله بیانی، من جمله اینها را روی لیست انتخاباتشون برای شورا و اینها مخصوصا برای هیئت اجرایی کنار گذاشت و یه عده‌ای را خودش آورده بود و در اینجا هم باز خوب توانست مانور بده چون سر زرنگی هم بود در این حال و من هیچ وقت مرده است ولی در مدت کوتاهی که را شناختم نه سمپاتی نسبت به او داشتم و نه
اصولا آدم مخلصی او را می‌دانستم. و بعد هم چیزهایی که به من گفتن راجع به آمدن به امریکاش و اینها مثل اینکه مؤید همین نظریه من بود. ایشان تاختن به تمام این سران حزب ایران که قبلا آمده بودن و هر کدام از اینها دارای تحصیلات و سوابق و مبارزه و بودن. در اونجا سفارایی شد ما بین این آقایون و با وجود حملات و با وجود تهاجم و اتهاماتی که ایشون راجع به بعضی از دوستان ما من جمله مهندس بیانی میکرد، اکثریت و رهبری این گروه را هم چسبانده بودن. این گروه خودشون رو به دم آقای سنجابی، اون همیشه حاضر تعداد را زیاد بکنه و هر وقت سنجابی می آمد تو کلوب سر دست اینو بلندش میکردن و اون تظاهرات احمقانه که در یک کلوب حزب یه حادثه بزرگی باید رخ بده تا یه قهرمانی، یه آدمی که کار بزرگی کرده سالها تجلیلی ازش بکنن، ولی هر دقیقه که ایشون میرفت منزلشو برمیگشت فقط کف زدن و سر و صدا انداختن برای ایشون بود. بالاخره با وجود تمام این تلاش ها اکثریت پیدا نکردند و به نام حزب آزادی ملت ایران، حزب نمیدونم چنین چیزی، جمعیت مردم ایران جدا شدن و هیچ کس هم دنبالشون نرفت و واقعا بسیار بسیار افرادی که اونجا بودند خوشحال. بعد یواش یواش اینها تحلیل رفتند و خود نخشب هم که سوسیالیست خداپرست بود و دکان مذهب و چیزها در اونجا در حزب ایران که اصولا یک حزب خارج از مذهب است، فقط مذهب اعضاش اکثریت مسلمان هستند البته، ولی زردشتی یا کلیمی یا مسیحی اینها را با چشم ایرانی به اصطلاح با سهم کامل نگاه می‌کردند. رفتند و دیگه بر نگشتند و حتی وقتی که جبهه ملی سالهای بعد تشکیل شد تقاضای عضویت و ورود به اونجا را کردند که هیچ کس اصلا توجه نکرد به این موضوع، یعنی به هیچ عنوان اصلا مطرح نشدند در چیز، به عنوان اینکه اشخاصی هستند که حرف حسابی ندارند. فقط یه دکانی بوده و این دکان هم ورشکست شد. آقای نخشب هم رفت به امریکا و من میدانم با چیز دولت وقت رفت، توافق و اجازه و یه حقوق و یه چیزی بهش میدادن برای اینکه یه کاری میکرد، یه حقوقی که داشت، حالا حقوق کمی داشت یا زیاد نمیدونم چه بود، ولی رفت و دیگه موند و اونجا مرد طور که من شنیدم. من دیگه اصلا ندیدم او را نشنیدم. آقای دکتر، در 8مین جلسه شورای مرکزی جبهه ملی که در تاریخ 6 آبان ماه 1342 تشکیل شد و دستور جلسه انتخاب هیئت اجرایی جدید بود، آقای اردلان یک طرحی ارائه دادند که به موجب اون به آقای علایار صالح اختیارات کامل بدن که جبهه ملی رو اداره بکنن و این طرح رو شما هم امضا کردید و آقای صالح وقتی که سخنرانی کردن بعد از تحلیلی از اوضاع اون روز ایران سیاست سکوت و آرامش رو پیشنهاد کردند. شما با سیاست بعدن با سیاست سکوت و آرامش گفتید که موافقم، ولی با اینکه به آقای صالح اختیار بدهیم مخالفم. من میخواستم ببینم که چه چیزی موجب شد که شما عقیده خودتان را درباره اختیار دادن به آقای صالح تغییر بدید و سوال دوم من این خواهد بود که آیا سیاست سکوت و آرامش جبهه ملی دوم در اون زمان باعث نشد که جبهه ملی میدان مبارزه ضد استبدادی رو برای نیروهای دیگه خالی بکنه؟ صحبت خیلی است. الان اصولا من گمان میکنم که این حق را دشمنان من هم به من میدن که آدم نیستم که عقیده هم را عوض کرده باشم، مخصوصا یه همچه عملی که بسیار پیش پا افتاده است. اختیار دادن به یک رهبر برای یک مدت معین و برای یک موارد مشخص چیزی که کاملا ممکنه منطقی باشه و بنده مخالفت دارم، ولی تا اونجایی که میتوانم به جناب عالی عرض کنم که این آقای اردلان آدم بدی نبود
ولی همونطور ایشون برای سیاست و مبارزه سیاسی درست شده بود که بنده برای که اسقف اعظم کانتربری بشم یه همچنین استعدادی داشت برای امور اجتماعی و سیاسی. نمیدانم ایشون پیشنهاد کرد یا نه، در هر صورت دیکته شده بود از طرف اشخاص محافظه کار و احتمالاً چون ایشون با آقای سنجابی هم منصوب بود از طرف او بود. بنده گفتم چیدم طرحی نبود، امضا هم نیست در این طرح. ایشون مطرح کرد خود آقای صالح در اونجا و بنده هم گفتم که شما اگر که یک طرحی دارید برای مبارزه ارائه بدید و ما رأی اعتماد به شما میدیم. حالا هم میگم که این کار شدنی بود. ایشون گفتن که نه، اول رأی به من بدید بعد من فکر میکنم یک راه حلی پیدا میکنم. این را من دیگه قبول نمیکردم و شدیداً با این موضوع مخالفت کردم و اونجا بود که اون روز خدمتتون عرض کردم بعد از مدتی که صحبت‌های برای اولین مرتبه تند ما بین من و ایشون رد و بدل شد، به ایشون گفتم آقای صالح 18 سال و سالها بعد از مصدق شما خودتون را جانشین او می‌دانستید و ما مقدار زیادی وقت خودمون و وقت ملت ایران را تلف کردیم. دیگر من قول به شما میدم که من با شما همکاری سیاسی نمیتوانم بکنم. عضو حزب ایران و جبهه ملی هم میمانم، ولی دیگر در جلساتی که شما بخواهید بگید سکوت، خاموشی و غیره و غیره، من حاضر به همکاری نیستم و بایستی به نظر من یک طرح مثبت شما بدید و بگید به چه دلیلی، در چه زمانی، چگونه این کار میکنید. با من 2-3 نفر دیگه هم هماهنگ شدن و من رفتم بیرون از جلسه و دیگر آقای صالح را تا آخر عمر ندیدم، چون همیشه همونطور که عرض کردم وقتی من نگفتم حساباشو میکنم ولی بعد نمیگردم. ولی برای اینکه سنخ فکر را ببینید که چگونه بعد از 42 تا حال 20 سال تمام گذشته است، آقای صالح به جمهوری اسلامی آقای خمینی جلو تلویزیون رأی داد و از او پرسیدند به چه دلیل، گفت امام فرمودند بنده هم رأی میدم. و همچنین آدمی و من معتقدم که اگر مصدق جانشینانی یه خورده لایق تر داشت مثل ایشون سنجابی، کار ما مثل امروز نمیشد. بنده هم و خیلی جوان بودم نسبت به اون آقایون. این است که من هیچ مخالفتی نداشتم با اینکه به ایشون یه اختیارات فوق العاده بشه، ولی اختیاراتی داده بشه برای که یک کاری بکنه، نه اختیار بهشون داده بشه که خونش بنشینه و جنبه درویش صالح علی شاه بگیره برای ما. بهش گفتم شما آدم متقی هستید، شما در تقوا و درستیتون من تردیدی ندارم، ولی مبارزه سیاسی این روش را نمیپذیره و اگر لازم باشه ما فردا این مبارزه رو باید شروع کنیم. باز رفتیم به زندان، خب بریم به زندان، میمونیم و مبارزه رو میکنیم. این اختلاف تامپرمان و طبع من اصولا با این آقایون. شما آیا با سیاست سکوت آرامش در اون موقع موافق بودین؟ چون در گزارشی که من خوندم نوشته که شما با سیاست سکوت آرامش جبهه ملی دوم مطلقا اگر گزارشی به امضای بنده یا گزارشی به امضای رئیس جلسه که آقای کاظمی، نمیدونم که من نمی‌کنم که او بوده باشه، نه کاظمی دیگه نبود، چون تمام توطئه ها بر این بود که کاظمی رئیس جلسه نشه و خود آقای صالح بشه که هم رئیس هیئت اجرایی باشه هم رئیس شورا باشه و بالاخره به سکوت همه چیز برگزار بشه. آقای دکتر بختیار، به نظر شما چه چیزی باعث شد که جبهه ملی تعطیل بشه و اگر براتون امکان داشته باشه توضیح بفرمایید که چه اشتباهاتی از جانب رهبران جبهه ملی دوم باعث شکست جبهه ملی دوم؟ به نظر من عدم قاطعیت، شخصیت و روشنبینی این آقایون شد. بعضی از این آقایون میخواستن مطبشون دائر باشه، گاهی هم سری به جلسه اونجا بزنن و اغلبا 2 ساعت دیرتر می آمدن، یه ربع ساعت هم میموندن و میگفتن بنده وزیر آقای مصدق بودم و از این کافی است که بنده بتوانم یک از رهبران درجه 1 باشم. من تمام کارم در جبهه ملی بود، نان حداقل داشتم و کار میکردم و مبارزه میکردم.
این آقایون به نظر بنده لیاقت جانشینی مرحوم مصدق را نداشتند و مصدق هم در اون نامه هایی که براشون نوشت براشون کاملا روشن کرد. و برای اینکه جناب عالی رو کاملا مطمئن بکنم از این موضوع، وقتی که بنده آمدم بیرون از اون جلسه در عرض 2 ماه و نیم الی 3 ماه با کلی دیگه اون جلسات تعطیل شد که شد تا اینکه در سال 56 57 ما جمع و جورش کردیم باز. هر دفعه من جمع و جور کردم و هر دفعه این آقایون همونطوری که آقای سنجابی بعد میبینید در 57 در نفل و شتو شروع کرد دوباره به این که تسلیم یکی دیگه بشه. اون یکی را شاید میشناسید شما. آقای دکتر بختیار، سیاست حقوق بشر کارتر تا چه اندازه در تجدید فعالیت جبهه ملی در ایران تاثیر داشت؟ مسلماً تأثیر داشت. این نهایت بی‌انصافی و نهایت، من نمیتوانم ادمیراتور و تحسین کننده سیاست کارتر باشم، ولی کارتر آدمی که چون کتاب نوشتم یه آدم با حسن نیت بدون اراده بود. حسن نیت او راجع به حقوق بشر برای من قطعی است و مسلماً تقریباً با اختلافاتی که خیلی ما بین اینها هست از نظر ارزش، همونطور که جان اف کندی وقتی که سر کار آمد یه آزادی هایی در این ممالکی که امریکا دخالت مستمر و بیش از اندازه درشون میکرد، همون طوری که در زمان کندی یک آزادی نسیمی وزیدن گرفت، حرف کارتر و روش کارتر و گفتن این در انتخاباتش که ما با یه عده از دوستانمون پروبلم خواهیم داشت اگر من انتخاب بشم، و ایران را شمرده بود. تا اونجایی که من یاد دارم ایران را شمرده بود. البته چنین چیزی یه قوت قلبی به یه عده مخصوصا یه اشخاصی که خود ضعیف و نفسم باشن بیشتر از دیگران داد و در این صورت این اعلامیه حقوق بشر به ما گفت که خیلی خوب حقوق بشر رو شما باید امضا قبول بکنید. حالا تو قانون اساسی هست هیچ پیشکشش که قبول نداره و میگه میکنه و نمیکنه، اونها هیچ، ولی باید قبول کنه. در این صورت هیچ تردیدی نیست که این موضوع تأثیر داشت. آقای دکتر، جبهه ملی 4، من البته جبهه ملی 3 منظورم اون جبهه ملی هستش که دکتر مصدق شرایطش رو پیشنهاد کرد و یه فعالیت هایی هم شد ولی هیچ وقت پا نگرفت. جبهه ملی 4 چگونه مقدمات تجدید حیاتش فراهم شد؟ باید به جناب عالی عرض کنم من رفتم دوباره الاس متاسفانه سراغ سنجابی، گفتم آقا کاری بکن، این که نمیشه. یک روز که من میرفتم به صحبت میکردم کاملا شارژ بود، آماده به مبارزه. مسعود حجازی میامد با کلی معیوسش کرد، چون ما 50,000 تومان حقوق میدارم توی سیمانتری یه جای میگرفت و میگو اگه این کارو بکنید. بالاخره بعد از مدت ها رفت آمد و کمک فروهر با تمام سبک مغزی هایی که داشت، باید بگم تأثیر داشت در نوشتن اون نامه 3 امضایی. و این نامه 3 امضایی باید بگم که خیلی در جمع و جور کردن جبهه ملی 4 تأثیر داشت. وقتی دیدن نه آسمان به زمین نمیخوره و آدم میتونه به شاه بگه تو باید قانون اساسی رو اجرا بکنی و به این صورت نمیشه و به تک و تعارف نمیشه گذران چیزها را، ایشون هم قبول کرد که وارد گود بشه. وقتی دید که نوشته میره و البته خیلی هم تردید کرد و البته در نوشتن اون هم آقای بازرگان بسیار بسیار تأثیر داشت، نمیشه گفت متاسفانه امضا نکرد. گفت که باید سباقیان و کیو امضا کنن. ما هم امتناع کردیم که آقا امضای سران رو ما میگیم که اشخاص که شاه بشناسه، نامه است به او می نویسیم. بعد عدول کرد. ما موافق بودیم که بنده و سنجابی از این طرف امضا بکنیم و آقای دکتر صحابی و بازرگان از اون طرف امضا بکنن، از طرف نهضت آزادی. ولی چون اونها شرایطشون این بود که باید سباقیان و دباقیان و میخچیان و کیو اینا باید امضا بکنن،
به جایی نرسید این کار. وقت ما نشستیم گفتیم خب خودمون امضا می‌کنیم و کاغذ رو می‌فرستیم، بالاخره زمین به آسمون نمی‌خوره. و چون زمین به آسمون نخورد، آسمون هم نیامد چیز، و شروع شده بود به اینکه حقوق بشر و آمدن افرادی به ایران و نگاه کردن زندان اوین و وضع چیزها یواش یواش قوت قلبی به اینها داده بود. دیگه در خانه خود من دعوت کردم و آقایون اولین جلسه تشریف آوردند اونجا و به طور متناوب منزل سنجابی من تشکیل می شد. هر هفته یک دفعه و یک اسامی داشتیم که اونا رو قبول کردیم، افرادی که سابقا در چیز بودن و کارهای زشتی نکرده بودن در طول این مدت، مثلا منشعب نشده بودن، به وزارت نرسیده بودن، به یه کارهای خیلی بالایی در دستگاه آریامهری نداشتن، و یه عده‌ای را که اصولا یا من نمیشناختم یا علاقه بهشون نداشتم، چون میدانستم اینا مردان سیاسی نیستن، مثل شاه حسینی، نمیدونم آقای کی، یه اشخاصی که اینا میجست، سنجابی میجست که همونا بودن که دیگه بهش رأی میدادن، ورزش نداشتن. یا آقا شرکت میکردن در این جلسات اولیه اگه حسابشون به خاطر شما؟ حالا در چیز اول غیر از سنجابی و خود من و فروهر که امضا کنندگان اون چیز بودیم، آقایونی دیگری هم امضا می آمدند که 2 نفرشون از حزب ایران بود، 2 نفرشون از حزب ملت ایران بود که اینا رو ما می توانستیم عوض بکنیم اگر می خواستیم. 2 نفر از بازار بودند که حاجمانیون و قاسم لباسچی بود. 2 نفر از روحانیون ما کسی را ندیدم، یادم نیست، چون گاهی در جبهه ملی روحانی بود، حتی در اون چیز اولیش که به شما عرض کردم در منزل آیت الله زنجانی برگزار شد اون جلسه اول ما که در 32 بود. ولی دیگر افرادی که می آمدند مثل شاه حسینی بود، حالا گفتن نماینده اصناف، نمیدونم حالا اصناف چه حالتی داره و چه معنایی داره برای همچین مبارزه‌ای. خلاصه سطح حقیقت به شما بگم خیلی پایین بود. تنها کسی را که من توانستم اونم به زحمت وارد بکنم مدنی بود که مدنی بود، بله، و خیلی فشار آوردم، سنجابی زیر بار نمی رفت و افراد دیگری، یعنی اصولاً با شخصیت و با اشخاص چیزی او سازگار نبود. و تا اونجایی که بنده بودم در یعنی همون روزهای تقریبا نخست وزیری خود من دکتر آذر اصلا ندیدم در این جریان، هیچ وقت نبود، هیچ وقت. ایشون نه رئیس مهندس حسیبی هم فراموش نکنم که در این جریانات بود، در ایشون در این جلسه 4 بود، به عنوان شخصیت خودش بود، بنده به عنوان شخصیت خودم بودم. نمایندگان حزب ایران جدا بودند، اونها آقای قاسمی بود، یکشون شریفی بود، نمیدونم از اینها بودن و افراد دیگر عرض کردم اشخاص که سرشناس باشن اینها بودن به نظر من. اشخاص دیگری هم بودن، یه نفر یه استاد دانشگاه بود که خاصیتش این بود که در تمام جلسات 1 ساله‌ای که ما داشتیم 1 کلمه حرف من از این نشنیدم، اصلا حرف نمیزد، به همون سبک خنجی دندوناش همچه میکرد و اصلا حرف نمیزد. یه روز من به سنجابی گفتم آقا این لعبت از کجا آوردی؟ من میخوام این یه چیزی یاد ما بده، ما حرف میزنیم، خب او هم بگه عقیده‌ای داره، رأیی داره، حرفی داره، یه مجسمه. هر چی فکر میکنم یادم نیست، ولی گمون میکنم که با هزارخانی و اینها من نزدیک بود، چون هزارخانی هم با سنجابی خیلی نزدیک بود. سنجابی با کسی دوری نمیکنه، انصاف باید داد، شرمانه، یه آدمیست عمد سالن به قول فرانسوی، در یه سالنی جاشه، با هم دوستی میکنه، با هم گرم میگیره، با هم چیز میکنه، ولی اونجا که باید بیسته نمیسته. و این تمام این درد ما این بود. صالح که رفته بود خونش نشسته بود، صدیقی بعد از اون جریانات به هیچ عنوان دیگه حاضر نبود بیاد، میموند بنده و آقای سنجابی و ما هم که 2 تا تامپرمان کاملا متضاد میتونم بگم با داشتیم. من او را آدم وطن دوستی میدانم،
ولی آدمیش که به هیچ وجه نمیتوانه اصلا اون پایبند تشکیلاتی باشه و ارزش افراد باشه. اینا بودن دیگه که عرض کردم. ولی آقای مثلا آذر هیچ وقت من ندیدمش، آقای امیر علایی هیچ وقت من ندیدمش، هیچ وقت این آقایون من نیامدن. یعنی وقتی اینا دیدن که دیگه داره خمینی داره میاد آمدند اونجا، ولی نمی آمدن در روزهای سخت هیچ وقت. آقای دکتر مدنی تا اونجایی که من اطلاع دارم سوابق شرکت در مبارزات نهضت ملی و جبهه ملی نداشتن. چطور شد که این پیوست؟ خب یک شخصیتی بود، نمیشه منکر شد. انسان جبهه ملی که ارث بابایی یه عده محدود نیست، خاصه اینکه حزبی هم نیست، یک جبهه‌ای است که از ارگانیسم و از سازمان‌های متفاوت تشکیل میشه. مدنی یه افسر بسیار تحصیل کرده بود که به جرم درستی و رکگوییش اخراج شده بود از ارتش. خب ما هم آدمی بود که در دانشکده ها درس میداد و ارتزاق میکرد، ولی این آدم بالاخره بایستی که عرض کنم همون وقتها هم یه عده طرفدار داشت، یه عده میگفتن این یه افسر درستیه و به درد ممکنه بخوره اینها. من از اون پشتیبانی میکردم بدون آشنایی قبلی، بدون اینکه من خصوصیتی با او داشته باشم. شاید جمعاً 2-3 جلسه من او را دیده بودم، ولی خب بالاخره بیوگرافیشو که میدیدم که این آدم این کارا را کرده و اینجاها بوده و اینا، البته نسبت به او تمایل پیدا کردم و خلاصه به زحمت ما توانستیم ایشون وارد کنیم. رضا شایان هم که شاید شما بشناسید او را، رضا شایان رو هم من کارمند وزارت کار بود وقتی خود من زمان مصدق اونجا بودم، که عنصر به نظر من با ارزشی بود و در این هیئت اجرایی که بعد تشکیل شد اغلب ما هم عقیده بودیم و آقای سنجابی و فروهر و اینها عقیده دیگری داشتن. او هم بود، حالا نمیدانم به نام جامعه سوسیالیست ها بود یا به نام شخصی خودش، این حقیقتا فراموش کردم. از خود او بپرسید هر چی بگه من قبول میکنم، ولی نمیتونم که بگم به چیز خودش آمده بود مثل مدنی مثلا، یا نماینده یا ارگانیزاسیونی بود مثل اون افرادی که از چیز آمده بودن. شما نمایندگان سازمان ها و اینها را که دعوت نکرده بودید؟ چرا؟ ما به اونا نوشته بودیم، اونها هم تعیین کرده بودن. خود حزب ایران رو خود من تعیین کرده بودم، یعنی کمیته به اصطلاح اجرایی کمیته مرکزی خود من دبیرش بودم اعلان کرد. بله. چون بعدها هم مثل این که اختلافات که شروع شد، این جامعه سوسیالیستای نهضت ملی ایران که پیوسته بود به این جبهه ملی استعفا کرد و رفت پیوست به اون جبهه دموکراتیک ملی. من دیگه اونجاها نبودم. اونجایی که وقتی نباشم نمیتونم بهش اثر کنم. یکی از انتقاداتی که به این رهبری جبهه ملی چهارم میگیرند یا میکنند، معذرت میخوام، این است که میگن که رهبران سنتی کوشش میکردن که این رو در محدوده 3-4 نفر حفظ بکنن و درهای این جبهه ملی رو باز نکنن که جوانها بتونن وارد جبهه ملی بشن، از ترس اینکه مبادا یک روزی رهبری رو از دست اونها خارج بکنن. آیا این موضوع حقیقت داره؟ این تا حدی حقیقت داره، ولی حقیقتش را به همون ترتیبی که عرض کردم. مسئله برای اینکه کسی وارد اونجا بتواند شه 2/3 آرا را لازم داشت از اون اشخاصی که اسمشون آوردم و صحبت کردیم. سنجابی وقتی موافقت میکرد که اطمینان پیدا بکنه، سنجابی وقتی موافقت میشه که اطمینان بکنه که اون آدمی که وارد میشه اولا یه شخصیتی نیست که مزاحم او بشه و بعد هم بدون قید و شرط آماده است که به او رأی بده. و این عجیبه، یه آدمی که خودش تسلیم رأی دیگرانه
این ظاهر متناقض میاد، ولی چون که رأی نهایی رأی خود سنجابی نبود، رأی اون عمل و اکره بود که آورده بود. از این جهت در این حالی که از یک نظر این صحیحه، از نظر دیگه بگم که اگر این اشخاص ضعیف یا در هر صورت تابع نظرات آقای سنجابی می بودن، درها به روشون باز بود. در به روی آدم مثل مدنی قدر مشکل بود باز کردنش. و بعد هم اون آقای عبدالکریم لاهیجی نه هیچ وقت ایشون وقتی دانشجو بود در 20 سال پیش، چرا بود توی سازمان جوانان و دانشجویان، ولی در هیچ کدام از این چیزای جبهه ملی در شورا نبود، به طریق اولو در هیئت اجرایی هم نبود. بله این آقایون بودند که حضورتون عرض میکنم. عبدالکریم انواری شد. انواری، درست، انواری وکیل دادگستری بود. بله. آقای دکتر، در اون زمان در این جبهه ملی چهارم هیئت اجرایی جبهه ملی چه اشخاصی درش عضویت داشتن؟ عرض کنم که سنجابی بود، بنده بودم، فروهر بود، آقای رضا شایان بود و آقای دکتر مبشری که بعد وزیر دادگستری آقایون شد. از تمام اینها بله رئیس هیئت اجرایی سنجابی بود و بنده به اصطلاح نفر دوم بودم. تا اونجایی که من به خاطر میارم در اواخر حکومت شریف امامی، نمیدونم که دقیقاً اواخر مهر بود یا اوایل آبان 1357، وقتی که آقای دکتر سنجابی در اروپا بودن، هیئت اجرایی جبهه ملی یک اعلامیه صادر کرد و در اونجا موضوع فرمان گرفتن از دست شاه رو محکوم و مطلوب اعلام کرد. میخواستم از شما سوال بکنم که چطور شد که بعد از اون اعلامیه شما خودتون این کار رو کردید؟ من چنین چیزی را امضا نکردم تا حدودی که ممکنه بعد از الان گذشته 5-6 سال یادم نیست چنین چیزی. ولی امضای هیئت اجرایی بود، امضای شما نبود. همین هیئت اجرایی که سنجابی اینجا باشه من باید امضا بکنم. طبیعی است. اگر من امضا نکنم خب هر کسی میتونه بره به نام هیئت اجرایی چیز امضا کنه و این کارم ممکنه کاملا کرده باشند. فروهر با غروری که داشت، با اصطلاح قحط الرجال بود دیگه، با غروری که داشت ممکنه که خودش یه مردکی هم بود از اون خنجیچی‌های قدیم، آدم خیلی مدیوکر بیچاره‌ای بود، نمی‌دونم حالا کجا هم هست، ذوالقدر مال شیراز و جهرم و اون طرف‌ها بود. بله ذوالقدر با اونها دائما به اصطلاح یک سر و سری داشت، ممکن است که همچین کاری کرده باشن، ولی بنده امضا دارم. امضای من امضاییش که با خود فروهر و سنجابی کردیم که ما شاه را فقط یک شرط براش گذاشتیم: اجرای قانون اساسی، انتخابات آزاد و آزادی هایی که در حکومت من رئالیزه شد، دیگه افسانه نبود. در این صورت بنده گمان نمی کنم که اگر آقای سنجابی اینطور که فرمایید اینجا بوده و هیئت اجرایی شد، صورت جلسه‌ای که من امضا کرده باشم، من بعید می‌دونم. چنان که آقای سنجابی اگر از من بپرسید یا نپرسید ممکنه بهتون بگم، حتی وقتی که فرمان به اسم من داشت صادر میشد، من بهش گفتم بیا من به نفع تو کنار میرم و مایلم بود، ولی دو دل بود که هم صیغه گرزان باشه، هم فکر ددر به قول عشقی، هم با آیت الله اون امضا رو کرده باشه، هم بر از دست شاه فرمان بگیره. اینقدر مشکل بود و در همین حالت دودلی چندین روز خیلی سخت رو گذراند و تحت فشار عمل اکرهایی که لازم به تکرار اینها نیست و خانوادگی تا یه حدی، هم دلش میخواست نخست وزیر بشه و هم میترسید که آیت الله که بیاد چه کار بکنه، چه بدبختی خواهد داشت. و این دودلی البته در مابین ارتش اون وقت و مابین مردمی که مقداری روشن بودند خیلی براش سخت بود و تا اونجایی که بنده میدانم رضا شایان تنها کسی بود از اون هیئت اجرایی 5 نفری که ما بودیم با بنده، همونطور که رأی میداد با رأی من اغلب مساوی بود،
رضای شایان هم به سمت و چیزی نرسید و خمینی و بازرگان و سنجابی او را معاون وزارتخانه هم نکردند، در صورتی که فروعر وزیر نمیدونم چه شد و وزیر کار و آقای دکتر، شما در کتابتون نوشته اید، من اینو نقل قول میکنم، مجمع بین‌المللی سوسیالیست‌ها در اون سال 1978 قرار بود در شهر وانکوور در کانادا تشکیل شود. از ما خواسته بودند که ناظری را به این مجمع بفرستیم تا وضع ایران را برای نمایندگان حاضر در مجمع شرح دهد. پس از گفتگوهای مکرر سنجابی را برای این کار انتخاب کردیم. این کار در چه جلسه‌ای و در کجا و با شرکت چه اشخاصی صورت گرفت؟ این در هیئت اجرایی اول مطرح شد و تلاش را هم باید به شما بگم ما نکردیم برای این کار. تلاش را دانشجویان خارج از اروپا کردند و برای این منظور لازم شد که یک نفر بیاد. اول گفتن یه نفر دیگه از همینجا خودشون میفرستن و بعد دیدن نه، بهتره که بشه گویا اون سلامتیان و بله سلامتیان و اونا که همه کاره همیشه ایشون هستن، اینها دست به دست هم دادند و بالاخره توانستند یک کنسنسوسی درست بکنن که از ما بپرسن. وقتی از ما پرسیدن و صحبت کردیم، خب به احترام ایشون و گفتیم خب خود سنجابی هم برای سابقه ممتدی داره، در هر صورت برای همونطوری که در کتاب نوشتم چیزی که تهیه کرده بود 2/3 من نوشته بودم خودم و خونده بودیم با هم و تصویب کرده بودیم و ایشون آمد و حرکت کرد و جبهه ملی هم پول در اختیار یه مقداری داشت به ایشون داد و ایشون هم حرکت کردند که من میکنم که شاید خانمش هم آورد که میکنم، چون اغلب هر جا میره میره آمد و تا اینجایی که اینجا آمد مسئله هیچ اشکالی نداشت از نظر ما. اینجا که آمد در منطقه جاذبه عمل اکره قرار گرفته و من جمله آقای سلامتیان اینا که از فرودگاه تا یه خانه‌ای که ایشون رفته بود ایشون اونچنان محاصره کردن که پس فردا وقت ملاقات گرفت از آقای خمینی و رفت و اونچنان شد که میدانید و گفت که من نبایستی که برم در اونجا چون نماینده اسرائیل در اونجا ممکنه باشه. دلیل بسیار بسیار ابلهانه است این به نظر بنده، چون ما در سازمان ملل هم میریم و نماینده اسرائیل هم اونجا هست. این حرف نشد که آدم میگه نه، برای اینکه خودش نزدیک بکنه به خمینی و به اصطلاح اظهار انقیاد و الژانس به قول فرانسوی ها بکنه نسبت به او، به این افتضاح تن در داد و برگشت. ولی ایشون به من گفتن که اون دعوت به نام ایشون بوده، به فرض این که باشه برای رفتن به فرض این که بله. آقای دکتر، اون جلسه منزل آقای حقشناس که شما در اونجا شرکت کردید و به آقایون اطلاع دادید که شما میخواید که نخست وزیری رو بپذیرید، که مورد اعتراض آقایون قرار گرفت، آقایون معتقدن که در اون موقع بعد از اینکه شما به این اطلاع دادید که شاه حاضره که از ایران بره، داشتن تصمیم میگرفتن که ترتیبی فراهم بکنن تا بتونن که نظر آقای خمینی رو هم برای قبول یک دولت ملی فراهم بکنن، چون در اون موقع میگفتن که آقای خمینی چنان وضعی شده بود در صحنه سیاسی ایران که بدون جلب نظر ایشون نمیشد کاری انجام داد و اونها معتقدن که اگر شما گذاشته بودید که کار به این صورت انجام بگیره شاید اون برخورد به اون شکل پیش نمی اومد، ولی شما در اتاق رو کوبیدید، گفتید من که خودم رو به جبهه ملی نفروختم و خارج شدید. قضیه اون روز از نظر شما چگونه بوده؟ بنده اون اولا باید بتون عرض کنم که شاه مدتها قبل تماس با ما میگرفت، با سنجابی، با بازرگان، با بنده، با صدیقی، با انتظام، با امینی و شاید یه اشخاص دیگری. پس یه چیزی همچنین نبود. ما یکی از ماها بایستی که بالاخره این بار سنگین رو برداریم یا قبول بکنیم. ما بین ما همه کسی که با آقای خمینی تسلیم شده بود آقای سنجابی بود، ما که نبودیم، هیچ کدام از ماها نبودیم، او تسلیم شده.
در منزل آقای حقشناس که معذرت می‌خوام حرفتون رو قطع می‌کنم. حتی بعد از این تسلیم هم شاه باز هم با سنجابی رو پذیرفت، سنجابی مذاکره کرد و پیشنهاد نخست وزیری به ایشون کرد. او را من نبودم، اجازه بدید، پیشنهاد کرده بود یا نبود او را من نبودم، ولی آقای سپهبد مقدم ایشون را برد پیش شاه و من میدانم که ایشون خودش تقاضا کرده بود، چون ایشون در یک ویلای با فروهر چند روزی زندانی بودند و بنده و آقای دکتر برومند که اینجاست رفتیم به دیدنش. وقتی ما جا نشسته بودیم آقای مقدم آمد دیدن ایشون که رئیس سازمان امنیت بود و با ایشون اتاق دیگری رفتن و در اونجا قبول کرد که بره شاه را ببینه. شاه هم در حدودی که کتابش می‌نویسه میگه دستای منو بوسید، من هیچ راجع به این مسئله تردید ندارم، یک دست بوسیدن وقتی آدم عادت کرد دیگه دست میبوسه دیگه. اما برمیگردم به وقتی رفته بود اونجا یه مقداری صحبتایی که کرده بود خودش گفت، یه مقداریشی که شاه گفت و خیلیش با هم میخوند، تقریبا میخوند با هم. ولی وقتی که نوبت به من رسید سپهبد بدره‌ای تلفن کرد به من از طرف دفتر مخصوص که شما لباساتون رو بپوشید امشب و تشریف بیارید کاخ، بنده خودم میام با اتومبیل خودم شما رو بیارم به کاخ نیاوران. من بهشون گفتم که من همیشه حاضرم و این یک وصیتی است که مصدق کرده که ما خودمون وقت نخواهیم، ولی اگر احضار کردن بریم و اگر شاه مملکت و طبق قانون با افراد مملکت بخواد تماس بگیره مشورت بکنه باید آزادانه ما بتوانیم بریم و من اجازه از هیچ کس هم نگرفتم البته راجع به رفتن به موضوع. رفتم اونجا و اون چیزی که نوشتم خونده دور دیگه صحبت چه نمی‌کنم. فردا یا پس فردای اون روز نمیدونم دقیقاً ایشون سوال از من کرد که صدیقی چطور آدمیه، گفتم سنجابی آدمی چطوری، گفتم بازرگان آدمی چطوری، گفتم تمام اینا رو اون چنان که گمون میکنم اخلاص و یک رنگی اجازه میداد نقاط قدرت و ضعفشون رو گفتم. و من گفت من صدیقی رو میخوام نخست وزیر بکنم. گفتم به نظر من این یک برداشتی که اعلی حضرت میکنید هر چه زودتر این کار رو بکنید برای اینکه این روز به روز این سرطان ریشه میدوان در تمام جهان. از این جهت من شخصا میتوانم بهتون قول بدم من کمکش میکنم در حدودی که از دستم ساخته بشه بدون اینکه هیچی ازش بخوام، هیچ دلیلم نداشت. گفت بسیار من فردا گفتم اوشونم بیاد، اون گویا فردا پس فرداش نمیدونم چه روزی رفته بود و ایشونو مأمور تشکیل کابینه کرده بود. چند روزی یک هفته روزهایی که نبایستی یک ساعتش از دست میرفت متاسفانه. تمجموج یا قد مقداری هم گرفتاری های آقای سنجابی یا آقای صدیقی که اینجا باید به شما بگم نهایت پست فطرتی و بیشرمی را هم فروهر که خودش شاگرد و عبید سنجابی همیشه میدانست و هم آقای بازرگان نسبت به این مرد کردند. باید ای را ضمن مدارکی که در تاریخ بمانیم که بدون هیچ جهت ما باید بدانیم یا خودمون رو میخوایم یا مملکت را میخوایم و عقایدمون را معتقدیم که به نفع مملکت با حرکت بکنیم. ممکنه دقیقاً بفرمایید که اون کارا چه بود؟ بله عرض میکنم. وقتی که شایع شد که صدیقی مأمور تشکیل کابینه است و سنجابی نیست، چون آدم ضعیف و بدبخت همینه. خیلی معذرت بخوام یه چیز مستهجن میخوام بگم، اینم ضبط در تاریخ بشه. به محکات مولانا نصرالدین گفت نه خودش میکنه نه میذاری کسی بکنه، نه خودش جرأت به این داشت که بیاد مشت بزنه رو میز و بگه خمینی غلط میکنه بیاد ایران، چنون که یه لوری به نام شاپور بختیار کرد این کار را، نه میتوانه صرف نظر بکنه و کف نفس بکنه و بگه خب حالا من نبودم یکی دیگه ممکن باشه. و اون آدم صدیقی بود. صدیقی از هر جهت ارجح به ایشون بود، از سوادش، از طرفدارانی که در طبقه انتلکتوئل داشت، از
آدمی بود که به نظر من لاییک بود و یه آدم لاییک طبعا سازگار بیشتره تا یه آدمی که هم دست آخوند میبوسه و هم دست شاه میبوسه و از این حرکات. ایشون با فروهر و اینها نشستند و فرستادن منزل سنجابی که شما، منزل صدیقی ببخشید، که شما قبول نکنید. کاغذ صدیقی پرت کرد، گفت تعیین تکلیف من با شما نیست و با خشونت اون آقایونی که رفته بودن من جمله فروهر از در خونه بیرون کرد. منم اصلا نه خبر داشتم، اون وقت اونا رفتن منزلم بودم. جلسه ای که ما تصمیم گرفتیم راجع به این موضوع صحبت کنیم جلسه ای روز پنجشنبه بود، چون من از کوه می آمدم پایین، منزل بیانی بود و گفتم همینطور با لباس کوهنوردی رفتم منزل بیانی که خودشم مریض بود نیامده بود کوه اون روز و در اونجا نشستیم با 2-3 تا از دوستان و مقداری صحبت کردیم. حالا قیافه دقیق این اشخاص خود بیانی و سنجابی و خود بنده 2-3 تا دیگه هم بودن که نمیتونم گمون کنم، یکیش حق شناس بود گمون میکنم ولی قطع نمیتونم بگم. در اونجا آقای سنجابی برداشت یه چیزی نشون من داد که نفی کرده بود که هیچ کس حق نداره فرمان از شاه بگیره. حالا این آدمی که دیروز خودش رفته بود پیش شاه و این صحبت رو کرده بود، من بهش گفتم آقای سنجابی شما میخواهید که عوض بشه این مملکت. اون نامه 3 امضایی برای چه بود؟ برای این بود که چنین بشه مملکت که دیگه از سرکل شریف امامی به علم به اقبال به نمیدونم یه زغنبوت دیگه بیاد بیرون، دیگه مملکت یه حالت دیگری پیدا کنه. بعد احزاب که آزاد شدن، آزادی های به مردم ایران داده شد، دیگه یواش یواش تجربه اینها 10 سال دیگه راه باز میشه. از این جهت به نظر من صلاح ما نیست که با صدیقی که من الان چند سالم هست ندیدم او رو، واقعا هم چون اغلب دیگه منزوی شده بود میرفت به همون کرج که حالا هم هست اونجا مخالفت بکنیم. و چه بهش میگید؟ میگید دزده، میگید بی سواده، میگید آلوده است، میگید وزیر مصدق نبوده، میگید مبارزه شده با ما زندان بدیم یا حالا من 2 سال زیادتر از زندان بودم 1 سال کمتر، این مسئله نشد. این حقیقت. و در این جلسات شورای جبهه ملی هم شرکت نکرد، هم حقش بود، خیلی شرکت نکردن، آقای زیرک زاده هم نکرد، آقای حق شناس هم نکرد، نه هیچ کدوم نیومدن در اونجا. خب اینا ما نمیتونیم نفیشون بکنیم برای اینکه نخواستن بیان، لابد یه دردی داشتن. آقای صالح نیامد، ایشون گفت نه آقا این نمیشه که ما مبارزه‌ای که میکنیم. آقای صدیقی بعد از این که نمیدونم چند سال نیامده است و فعالیت نکرده، گفتم آقا شما بعد از همین جبهه چیز 42 تشریف بودید امریکا، 5 سال اصلا ایران نبودید. این که دلیل نشد تازه بندم که اینجا بودم کاری که برجسته نکردم، دلیلش همینه که زندانی نرفتم در این مدت. ما هر چی خواستی بهشون بگیم چیز، بعد ازش خواهش کردم گفتم اینه که چیز کردید یا مصاحبه نکنید و به رادیو و تلویزیون اینها هم چیزی ندید، بگذارید اگر شانس ایشون داره و توانستی کابینه تشکیل بده این گشایشی است در کار همه، بدونی که بگی آره و نه و تمجموع رو. خب میذارم عقل جای دیگه است، دست با خودش نیاورده عقلشو. برگشت و همون روز بعد از ظهر توی رادیو جبهه ملی اعلام میکند فلان، قطع کرد جبهه ملی اعلام میکند. جبهه ملی که فضول مردم دیگه نیست. آقا یه شاه مملکت یه فرمانی میده به یه نفر، این قانون اساسی بهش اجازه میده. ایره آقا این آدم هم یادم خوشنامیه، دوست ما بوده، هم رزم ما بوده، میخواد نخست وزیر بشی. آقا تو چته؟ به من چه؟ به تو چه؟ بیاد سر کار ببینیم اون چیزایی که ما میخوایم که خیال میکنیم صحیحه انجام میده، کمکش بکنیم. اگه دیدیم نه مخالفت میکنیم با اون مثل با دیگران. خیر به هیچ عنوان همونطوری که با بنده عمل کردن به شدت، منتها مقابل آدمی بودن که عقلش دست دیگران نبود، شروع کردن به پارازیت انداختن و از آزار آقای دکتر صدیقی.
دکتر صدیقی هم یه مقداری تمجمج کرد، یه مقداری هم بیچاره گرفتار بود که میدونید آدمای خوب بودند ولی جرأت آمدن جلو نداشتند خیلیاشون، و این یکی از اون پروبلم های ما بود که خود منم دچار این پروبلم بودم. ما می‌خواستیم از مردم چی بکنیم که هیچ وقت مثلا وزیر نبوده باشن. خب چه میشه کرد؟ 25 سال مملکت گشته هر طور بوده بعد از مصدق، ما که نمیتونیم از کوچه و بازار یه نفر برداریم بیاریم. حالا چه بکنیم؟ من تا سطح معاون پایینتر چه نگم، ولی خب هیچ وزیری رو من آرزو داشتم که امیر پرویز را وزیر کشاورزی بکنم، ولی چون در یک کابینه وزیر بود نمیتونستم این کار بکنم. حالا وقتی اون نشد شاه مرا خواست و گفت که صدیقی مثل اینکه موفق به تشکیل کابینه نمیشه و دوستان خود شما اذیتش میکنند و خودش هم دودلی نشون میده و کار باید زودتر دیگه بشه، حالا چه روزها و چه وقتایی است. همونطور که نوشتم گفتم 15 روز وقت میخوام و یه شرایط مقدماتی من دارم. ایشون گفت زیاده و فلان و شرایط مقدماتی رو گفتم پس اول اونا رو بحث بکنیم و بنده رفتم یک روز 2 روز بعد برداشتم آوردم چیزا تمامش دارن شدم و اضافه کرده بودم که برای فروکش کردن این التهاب و این وضعیتی که کنون پیدا شده توصیه این جانب مؤدبانه این است که اعلیحضرت یک مسافرتی نسبتا طولانی به خارج بکنید و یک شورای سلطنتی را مأمور بکنید که این کار را انجام بدن. ایشون تمام شرایط را قبول کرد، البته با بحث های خیلی طولانی 3 جلسه. و بعد وقتی به من گفتم که بنده 15 روز وقت میخوام، گفت که نمیشد. من رفتم پیش سنجابی، یعنی رفتیم همین جلسه‌ای که جناب عالی اشاره بهش کردید، منزل حقشناس. صبحی بود، ساعت 10 صبح در حدود. در اونجا که بعد کردم دانشپور بود، آقای حقشناس بود، زیرکزاده بود، سنجابی بود، بنده بودم، یه نفر دیگه هم شد بود اونجا، عزالدین کاظمی که آمده بود از اونجا گذشته بود، گفتیم تا بشین. مسئله رو من مطرح کردم، گفتم شاه من این چیزها را بهش پیشنهاد کردم، او قبول کرد و اگر من این کار رو نکنم احتمال داره که یه آدمی که اطمینان بهش نیست که هم افکار رو به این قاطعیت و پشت سر هم چیز بکنه و در هر صورت شما چه میخواید یه مصدقی اصیل بیاد این کارو بکنه یا یه نفر دیگه در نظر دارید؟ سنجابی میگفت که امکان نداره، ما بایستی که از آقا دستور بگیریم. اینجا البته دیگه من نمیتونستم تحمل کنم، آقا نمیشناسم، آقا بیا آقا. گفت آقا گفته که ایشون باید بره. گفتم آقا بیجا کردی. اولا تعیین تکلیف برای مردم کردم، عقیدش اینه، ولی من میتوانم به شما بگم حالا که شاه میره 90% حداقل، چون همونطور که نوشتم واقعا من از فشار امریکا و انگلیس راجع به ایشون خبر نداشتم تا اون ساعت، یعنی که این حرف رو میزدم خبر نداشتم. پس از این گفتن که نه ما به هیچ وجه، اما اینکه آقایونی که اونجا بودن، آقای زیرکزادی و آقای حقشناس واسطه شدن، گفتن شما و سنجابی دوتایی بنشینید و یک کدومتون قبول کنید به نفع دیگری. گفتم من قبول میکنم و من برگشتم از اون اتاق پهلویی، گفتم آقای سنجابی من ساعت 6 باید برم پیش شما، من ساعت 6 میرم، شما منزلتون بمونید و من تقاضا میکنم که به شما تلفن بشید، جناب عالی هم تشریف بیارید همونجا، ما برای مملکت وقتی کار میکنیم خودخواهی باید بذاریم کنار و اگر شما مایل باشید بنده با کمال میل به نفع شما. گفت شاه نمیره. گفتم شاه میره، باز بهش تکرار کردم و قرار گذاشت با من که ساعت 6:15 ایشون هم توی منزلش باشه، حرکت بکنه بیاد جایی که من نشستم در کاخ نیاورون با شاه صحبت میکنم. ملتفتید؟ این قرار ما بود دیگه، من در به هم زدن نداشتم، من که ساعت 6:30 اون روز با ایشون صحبت میکردم. خلاصه
بعد از این جریان من رفتم ظهر رو بعد از ظهر رو ساعت 3 بعد از ظهر 3:30 بعد از ظهر بود که دیدم من تلفن زنگ زد سنجابی جناب عالی خودتون برید فرمانتون رو بگیرید بنده نمیام. چرا؟ نمیام. گفتم آقا نیا. منم اون وقتی که تند شدم تو آقا نیا به درک که بیا. منم گوشه زدم. غیر از اینم یه مردی که واقعا سرش به تنش بیارزه نمیکنه دیگه. ما جبهه ملی رو برای ایران میخوایم، ایران رو برای جبهه ملی نمیخوایم و برای بنده و آقای سنجابی خیلی کمتر. دلیلی نداره وقتی که آدم نتیجه اون سیاست را میبینه باید شرم داشته باشه از حرف زدن. اصلا من جای اینا بودم باور کنید هرگز باش با مصاحبه نمیکردم. اگر این قدرت ایمان را نداشتم اقلا میگفتم آقا اشتباهی شد، ما خیال میکردیم یه روحانیه و میره و چیز و اشتباه کردیم و چوبش هم خوردیم دیگه کوتاه کنید سخن. این منطقی بود. خلاصه ایشون که نیامد من ساعت 6 رفتم اونجا و تا ساعت 7 نشستم و بعدم به من گفت که شما تا یه هفته دیگه باید به من لیست همکارانتون رو بدید که اونم تو کتاب هست دیگه واردش نمیشه. با تمام چی داشت اون فرق داشت. آقای دکتر یکی از مسائلی که مورد سوال هست این است که بین تقریبا بین زمانی که آقای دکتر سنجابی اون نامه 3 ماده‌ای معروف رو با آقای خمینی امضا کردن و نه خمینی امضا نکرد آقا. بله خمینی این مسئله باید در تاریخ ضبط بشه. بله. که داد و اون گذاشت تو جیبش و گفت مرخصید. شما درست می‌فرمایید. آقای خمینی امضا فقط امضای آقای سنجابی هست. بله. به هر حال بین اون زمان و زمان نخست وزیری شما 2 ماه فاصله است. شما ضمن این 2 ماه چرا هیچ اعتراضی به این جریان علنی به آقای سنجابی نکردید که در جایی اشتباه در اشتباه قربان اجازه بدید. درست در روزش را البته باید نگاه بکنم به جناب عالی بگم پلنیوم حزب ایران تشکیل شده بود که من این مسئله را در میان بگذارم، ولی قبل از او که بگم آقای سنجابی این کار را کرده و ما نظرمون نسبت به این موضوع چیه آقایون نظر بدهند. نظر شخصی خود من معلوم بود که چیه. باز در منزل خود بنده بود که در حدود 50-60 نفر من جمله خدا بیامرزه این آقای خادم که اعدامش کردند، پدر اون وزیر کابینه من که مرد خراسانی بلند قد خیلی شجاعی هم بود. ایشون با 2 نفر آمدن به جلسه. اولا من به جناب عالی دائما چی درس کنم که آقای سنجابی یه پاشوی حزب ایران همیشه بود، یه پاشوی جبهه ملی و میگم من حزبی نیستم ولی هستم و نیستم و همین تمجموج مستمرشو که بگه اگه برم توی حزب اون وقت به نماینده حزبی من نگاه میکنن، ولی وقتی که بگم نیستم بهتره که تو جبهه ملی عده زیادتر چربتر اونجا. به این ترتیب آقای دکتر سنجابی تشریف آوردند اونجا و توی سالن خونه من که نسبتاً بزرگه یکی از این آقایون بلند شد، قاسمی که الان زندانه که آقای ابوالفضل قاسمی بلند شد و منم هیچ خبر ندارم که پلنیوم حزب ایران در فلان تاریخ و فلان در منزل جناب آقای دکتر شاپور بختیار تشکیل شد با حضور هیئت اجرایی چه از این صحبت ها و موافقت نامه 3 ماده‌ای که هنوز ما متن رو ندیده بودیم که امضا نداره، اون هم به عنوان موافقت نامه میگفت که بعد معلوم شد مطلقا که جناب دکتر سنجابی با حضرت آیت الله عظمی و امام خمینی امضا کردن تطوری مورد تأیید و پشتیبانی حزب ایرانه. گفتم ابدا. بلند شدم گفتم ابدا. این اول بایستی در هیئت اجرایی حزب تصویب بشه طابق
مقررات ما، بعد در پلنیوم یا در شورا هر جا که باید جا بشه. از این جهت جناب عالی میتونید راجع به این مسئله همینجا فردا تلفن بکنید به آقای شریفی که از طرفداران اون وقت آقای سنجابی بود. البته نمیخوام بگم با من مخالفتی نکرد، تفلک نمیشه چه کرد، ولی بپرسید اونجا بود، این آقا اونجا بود. و احتمالاً احمد مقدم، خلیل الله مقدم، احتمالاً، ولی اون حتما بود چون خودش عضو علالبدل هیئت اجرایی بود، تو هیئت اجرایی بود شریفی. بنده اعتراض کردم اونجا توی جلسه جبهه ملی، همین مسئله مطرح شد که اونجا هم بنده اعتراض کردم که آقای سنجابی، این قراری که شما بستید کی بهتون این اختیار را داده بود و چگونه این قرارداد را شما امضا کردید بدون اینکه احدی از جلسات هیئتی مطرح کرده باشه، موافقت کرده باشن، یا شما چی کردید؟ چون این مسئله یه مسئله عظیمی است. یه چیزی نیست که شما برید مثلا پاریس دعوت بکنید از آقای شبان دلمس بیاد اینجا وضعیت می‌دارم سیاسی ایران رو مطالعه کنید، یه نظریه بده. این حق شما رهبرید، بالاخره رئیس هیئت اجرایی هستید. ولی این عملی نیست و من به هیچ عنوان با این موافق نیستم. سکوت مرگبار بعد حسیبی که اداره میکرد به جلسه رو شروع کرد به اون مذهبیان دیگه درد دارن اینا، شروع کرد که حالا معلومه که آیت الله نمیدونم بیان اینجا بد بشه و حالا اگر که تشریف آوردند اینجا و خب افکار مصدق را حتما چیز میکنن. واقعا آدم خندش میگیره وقتی چیزا رو میبینه. گفتم در هر صورت من هیچ توافقی به این موضوع ندارم و این کار را یک کار بسیار بسیار خطرناکی برای مملکت میبینم و ما اختیار خودمون را به نعلین آخوند میدیم. این از این مسائل که اقبال یا علم نخست وزیرشان خیلی عمیق‌تره، خیلی مشکلاتی برای ما در پیش خواهد داشت. ولی این اختلاف داخلی که شما داشتید در حزب هیچ وقت علنی نشد در اون زمان که به اطلاع عموم برسه از طریق مطبوعات. اونجا من پیشتر چیز کردم، خب نمیخواستیم که دوئیت ما بین خودمون شد. به سنجابی وقتی من گفتم که این موضوع باید در هیئت اجرایی چیز بشه و در هیئت اجرایی حزب ایران تا اونجایی که من در ایران بودم هیچ وقت مطرح نشد، نه قبل نه بعد که دیگه معنا نداشت. ولی این مسئله که ایشون این کار کرده، ولی البته فروهر و عده سینه میزدن که این شاهکاره. یک کسی اونجا گفت که این از ملی کردن نفت کمتر نیست. گمون میکنم این ابله بدبخت بیچاره قاسمی بود، گفت این از ملی کردن نفت کمتر نیست. فاعتبروا یا اولی الابصار به قول آخوندها. آقای دکتر، جریان این نامه‌ای که آقای حاشیه جوادی نوشت و اینطور شایع هست، من چون خودم شخصا اطلاع دقیق ندارم اینو به عنوان سوال از شما میپرسم که میگن که شما همون نامه رو امضا کردید و در آخر اون نامه اومده بوده که در اون نامه با آقای خمینی نوشته شده بوده که شما میخواید برید اونجا از حضور ایشون کسب فیض بکنید در زمان نخست وزیریتون. جریان این نامه چیست؟ حاج جوادی، من آقای عزیز تا حال حاج جوادی را اصلا در عمر ندیدم و هیچ نامه ای را او ننوشته که من امضا بکنم یا من ننوشتم که او امضا بکنه. این اول، یعنی نفی کلی است. اما نامه خود من به خمینی نوشتم که اون نامه توی کتابم هست، توی 37 روز هست و این تلاش یک مرد وطن پرستی بود که میخواست جلو به اون چی که پیش آمد بگیره که فردا 50 سال دیگر که این بچه ها این مدارک را همونطور که نوشتم میخوانن نگن خب این آقای دکتر بختیار میگفت مرغ یه پادری، خب چه میشد اگه میامد و با آقای خمینی مینشستم در راجع چیزها. من این مسئله را خود من تصمیم گرفتم که بیام به اینجا با ایشون صحبت بکنم. قبلا هم یک نامه برای ایشون فرستادم و اون نامه عبارت از یک نامه است که آقا من یه آدمی هستم که مبارزاتی کردم، چنینه و خیلی خوشحال میشیم اگر شما هم راهنمایی بکنید مسائلی که مبتلا به هست ملت ایران، یکی نداشتن آزادی، یکی فلان،
کاری با این چیزای مذهبیشون من نداشتم، کار خودشونو باید بکنن، به من ارتباط نداره. یا خیلی دور مطلقا با حاج جوادی راجع به این مسئله نه من چیزی نوشتم، نه او چیزی به من گفت بنویسم، نه من او را من میشناسم شخصا. میدانم که در اینجا او هم از کرده خودش پشیمونه و یک گوشه نشسته. بله. آقای دکتر فکر نمی‌کنید که همین رفتن شما به پیش آقای خمینی به عنوان نخست وزیر ایران خودش یک وزنه‌ای به آقای خمینی میداد و نشون میداد که آقای خمینی یک نیروی قابل ملاحظه‌ای در صحنه سیاسی ایران مطلقا قربان بنده به این عنوان نیامدم. متن را میتوانید بجورید، توی رادیو خونده شده. نفس رفتن شما به اونجا رو نه من گفتم آقای نشدم آیت الله عظمی خمینی، امامم نداره توش. من به عنوان شاپور بختیار یک ایرانی، نخست وزیری نیست، برای در شرایط چنین و چنین مملکت و با سوابقی که راجع این کار داشتم حاضر هستم بدون قید و شرط قبلی به سرعت بیام به پاریس و در اونجا نظرات آیت الله را نسبت به جامعه ایران و اقداماتی که خیال میکنید دولت باید بکنه در اونجا در اینجا، بدون این که عرض کردم قید شرطی که من نخست وزیرم یا ایشون رهبر نمیدونم مستضعفان جهان و از این مزخرفاته، این طور من چیز کردم. من میخواستم همونطور که گفتم 50 سال بعد خمینی قربان حالا خود می‌بینیم 40 میلیون آدم خر کرده بود که خرند هنوز زیادشون، چه میتونستم بکنم؟ اینو من نکرده بودم، ولی واقعیت رو وقتی آدم میبینه باید قبول بکنیم. این آدم از سنجابی خر کرده بود تا اونجا چیز جاروکش سر محله، شاید واقعا 200-300 نفر آدم بودن که میفهمیدن و نام جرأت حرف زدن نداشتن. پس آمدن شاپور بختیار پیش روح الله خمینی و بحث کردن به این چیز از دو حال خارج نبود. یا قبول میکرد و من میرفتم، اون دیگه نبود اون آدمی که سابق بود، چون من و سنجابی این اختلافات تامپرمان رو داریم. یا این که قبول نمیکرد رد میکرد، من به ملت ایران همون که گفتم ببینید من تا اونجا هم رفتم پیش که یک راه حل مسالمت آمیزی پیدا کنم و نظر من می بود چیده این مسئله رو با بازرگان در میان گذاشتم با تلفن. آقای دکتر بختیار، چرا شاه شخصی مثل سید جلال تهرانی رو انتخاب کرده بود برای ریاست شورای سلطنت؟ عرض کنم به حضور جناب عالی دو دلیل داشت. یکی سید جلال تهرانی خوب درباری بود و مورد اعتماد خودش بود و وزیرش بود و استاندارش بود و من ندیده بودمش تا اون وقت. البته اسمش شنیده بودم و خودش هم میگفت با پدر من دوستی داشته است، نمیدونم همسنن تقریبا با پدر. اولا برای جستن اعضای شورا اونم آسان نبود، مردم میترسیدن. وسط سوال دیگه میکنم، آیا شاه با شما هیچ مشورتی کرده بود برای انتخاب؟ بله به من گفته. یعنی گفت که رئیس مجلس و رئیس سنا و نخست وزیر که اتوماتیکمان هستید و راجع به دیگران صحبت بکنیم. وقتی به من چند تا اسم را اون علی قلی خان اردلانم آورد و صحبت کردیم، گفتم بله این خوبه و دلیل هم حالا چه بود. من اشتباه اگر کردم گویی که هر کس می آمد همین بازی رو در می آورد، جز اینکه خود چاکر می آمدم می گفتم خیر، و وقتی که حرف می زد می گفتم خیر قربان این تا اینجاش میشه، اینجا دیگه نمیشه. دلیلش این بود که وقتی که این فتوا را دادند راجع به مجتهد بودن خمینی به وسیله انس آیت الله، رابط و به اصطلاح کارکن این کار اسد جلال تهرانی بود. اون سه آیت الله کیا بودن؟ آیت الله شریعت مداری، میلانی، قمی. این در زمان بعد از 15 خرداد. بعد از 15 خرداد. و در یکی از جلسات شورا که ما نشسته بودیم اونجا، شاه که صحبت میکرد سید جلال تهرانی گفت قربان
این نخست وزیرتون رو من نمیشناسم، ولی چه پدر نازنینی داشت. اینا اونم یه خورده ناراحت شد، چون پدر من رضا شاه کشته بود، یه خورده ناراحت شد از این حرف زدن او. چه پدر نازنینی داشت، نمیدونم حالا خودش چی از آب در بیاد، اینطور صحبت کرد. ولی من نظرم این بود که و در این حال گفت قربان نگفتم این آخوند تو جوال نکن. این چه جوال نکن تو جوال، آخه گویا بردودنش کرد تو کیسه ای در هر صورت اهانت اینا بهش کرده بودن. خسروداد نبود. خسروداد من علاقه بهش ندارم، به عکس مثلا یه آدمی مثل پاکروان یا مثل چیز. اولا اگه پاکروان شخصا دخالت نمی‌کرد و استدلال نمی‌کرد شاید مغازه کشته می‌شد، به یه صورتی می‌کشتنش. ولی دلیل این که او را بنده هم قبول کردم، حالا اشتباه بود، اشتباه رو بند کردم ولی دوی لیست بود، دلیلش همین روابط و سوابق با آقای خمینی بود. اونم آخونده. گفتیم اقلا یه آدمی بره که زبون و یارو رو بفهمه و الا مفکلیا خیلی سخته برامون یه همچنین محاوره‌ای و یه همچنین گفت و شنودی. بله عرض کنم که دلیلش این بود حقیقتش. و وقتی هم که برای آمدن به اینجا چی شد، این نگفت که من میخوام برم استعفا بدم. خب یه آدمای ضعیف دیگه ایناست. عرض کردم رهبری و ضعف با هم کارد و پنیرن، نمیشه ابدا. آقای دکتر اونجوری که سالیوان تو کتابش نوشته و خیلی راجع به این موضوع صحبت میکنن، امریکایی ها به شاه فشار آوردن که شما نخست وزیر بشید برای یه مدت کوتاهی تا امریکایی ها زمینه رو فراهم بکنن برای آمدن خمینی، به خاطر اینکه قبلا با این مسائل رو با او حل کرده بودن در پاریس. من میتوانم به جناب عالی چیزی بگویم و اون این است که من خبر نداشتم که برای 15 روز نخست وزیرم یا برای 15 سال. من یه آدمی بودم که 30 سال مبارزه کرده بودم و میخواستم مملکت را بر طبق قانون اساسی و یه سوسیال دموکراسی اداره کنم. من یه سوسیال دموکراتم، نه بیشتر نه کمتر. البته یه معایبی داره به دید مردم عقب مانده ایران. من دقیقا میخواستم همین سوال را از شما بکنم که در اون شرایط ایران آیا شما فکر میکردید که سوسیال دموکراسی بازاری خواهد داشت؟ شما روی چه نیروی حساب میکردید وقتی که نخست وزیر؟ اجازه بدید این مسئله را من مفصل در 37 روز عرض کردم. اگر مراجعه بفرمایید اونجا این مسئله اینه. چرا من قبول کردم نخست وزیر بشم؟ بعد از شما پرسیدم چرا قبول نکنم نخست وزیر بشم؟ یه مردی که 25 سال 30 سال مبارزه کرده که بخواد نخست وزیر بشه میگه من راه مصدق را خواهم رفت و من قانون اساسی را قبول دارم و من این آخوندبازی را اصلا قبول ندارم. این آدمیش که به نظر من خیلی تمیزه. من سوالمو روشن نکردم. من عرض نکردم که شما چرا قبول کردید نخست وزیر شدید. عرض کردم که شما روی چه نیروی حساب میکردید، فکر میکردید چه نیروهایی در مملکت از شما پشتیبانی خواهد کرد. بنده معتقد هستم که اینم باز فصل گفتم. اگر که شاه 3 ماه پیش یه آدمی را آورده بود، یه آدم که غیر از اون کارتای خود دائمی خودش بود، من گمان میکنم که وضعش اینطور نمی بود و مردم بی حیا و هرزه نمی شدن مثل روزهای آخر حکومتش. درسته که ایشون 25 سال جز فساد و دیکتاتوری چیزی به یاد مردم نمانده بود، یه اقداماتی هم البته از نظر اقتصادی و غیره شده بود، نمیشه منکر همه چیز شد و نفی همه چیز را کرد. ولی به نظر بنده وقتی یه نفر میگه من سوسیال دموکراتم، نمیاد روز اول بگه اینجا سوئیس خواهد شد یا سوئد خواهد شد. ابدا مسئله اینطور نیست. ما یه قانون اساسی داشتیم که باید اجرا بکنیم. تازه اون قانون اساسی رو هم میشه استپ بای استپ شروع کرد. اون چیزهایی که المانتر اولی، این رو من مفصل گفتم آقا ما اول شروع بکنیم در دهاتمون کد خدا رو بذاریم مردم انتخاب کنن، از اونجا شروع کنیم. آقا من بخواد نمیدونم حاج جعفر آقا یا حاج منباقر آقا اگر که نمیدونم دهدار فلان ده شدن چه میشه. ما بعد
این تمرین دموکراسی رو میاریم به سطح بالا. این کاری نیست که من تمام کنم، کاری نیستم که شما تمام بکنید، این کاری است که 50 سال دیگه تمام خواهد شد. ولی به من بگید یه روزی باید شروع کرد یا نه. تو ما دائما بگیم ما لیاقتش نداریم، ما لیاقت نداریم، ما نمیتونیم. این دیکتاتوری رو، خب هم دیکتاتوری همینه. این است که بنده معتقد نبودم که بنده در یه روزی، حالا با روی چه نیروی حساب میکردم؟ اولا به روی نیروی ایمان من حساب میکردم. من آدمی هستم با کنویکسیون. اصولا من معتقد به کنویکسیون شخصی هستم که اگه اون نباشه باقی دیگه سیاست بازیست و دکان درست کردن. من میگفتم که ما 25 سال حرفمون این بود که شاه این کارا رو میکنه بده و بعد اون کارا رو بکنه. خب این کارا رو که حالا میکنه که همون چیزی که ما میخوایم، من چرا نرم جلو؟ تازه قربان همونطور که صدیقی بعد از من گفت به یه جایی گفته بود که آدم 25 سال مبارزه میکنه برای نیست که این وجاهت ملیشو مثل چادر تو سرش بکشه بگه من چادرمو نمیاندازم، این وجاهت رو میخوام از دست بدم. مردونه که بره جلو، ریسک رو قبول بکنه. و من اگه این کار نمی‌کردم می‌خواستم بگم اونایی که نیامدن این کار نکردن به چه سرنوشتی گرفتار شدن که چاکرتون نشدن. از نظر شخص خودم هم بگیرید، در عالم رویا نبودم، من دیدم توبی آرنولد توبیه. ما باید این مبارزه رو بکنیم. اگر موفق شدیم بهتر، اگر نشدیم من پیش بینی میکنم ای مردم ایران شما پدرتون در میاد. حالا مردم اگه میدونید 4 تاشون با من موافقن، حالا اشرف و 4 تا مزاحم دیگر بذارید کنار، برای اینه که حرفایی که من زدم صحیح از آب در آمد. برای اینکه من گفتم نعلین بدتر از چکمه است، این درست بود. برای این بود که گفتم این مملکت دزنتگره میشه یا چنین و چنان میشه. آقای دکتر، دستور بستن فرودگاه مهرآباد رو چه کسی داد و دستور باز کردنش رو چه کسی داد؟ هر دو را خود من. چرا؟ اعتصابی بود در هواپیمایی. نمیدونم شما در اون وقت ایران بودید یا نه. خب متاسفم، ولی بعضی سوالات اصلا مطرح نمیشد. یک جوی بود که نمیدونم دل شیر میخواست که تحمل بکنه و اعصابش از دست نده و کارهای بی‌رویه نکنه. این سوالای کسانی هم هستش که خودشون در ایران حضور داشتن. بله، حالا فقط سوال همشون بله اون اشخاص که جناب عالی میگه لابد مثلا آذربایجان ماننده که خودش عرض کنم. حالا من جواب پاسخ سوال جناب عالی میدم. خیلی ممنون. عرض کنم که اعتصاب همه جا بود و من جمله در هواپیمایی ملی. من هم نشسته بودم و یه روزی دیدم که یه نامه رئیس هواپیمایی ملی نوشت که آقایون میگویند که ما دست از اعتصاب بر می‌داریم به شرط اینکه برویم و یک پرواز انقلاب از اینجا بره، آیت الله را با یک طیاره‌ی ایرانی برداره بیاره اینجا. گفتم خیر، شما اول میرید تبریز و اصفهان و شیراز را سرو میکنید، بعد طیاره ایرانی وقتی رفت به پاریس ایشون تشریف خواستن بیارن تشریف بیارن. و این آمدن خمینی به دلایلی که اینی که مفصل گفتم و گمان میکنم که هیچ لزومی نداره بنده تکرارش بکنم، اون وقت بی‌توانید. گفتن که آیت الله میاد. گفتم آمدن ایشون اشکالی نداره، ولی من برای ایشون طیاره نمیفرستم و برای اینکه اطمینان بیشتر پیدا کنم طیاره شدم بستم. ملتفی که میاد تشریف میارم اینطور نیست. ما حاضر به مذاکره ایم، ما حاضر هستیم که اصول مراعات بشه، ایشون هم تشریف بیارن تهران هم پیشواز ازش بکنن. خب دیگه ما دموکراسی رو قبول کردیم، خیر کرده بود یه 40 میلیون آدم بدبخت بیچاره دور از سیاست بدون تجربه را چه میشه کرد. بعد وقتی که این کار من کردم، آقایونم که خب اعتصاب کرده بودن به جای خود موند. یه هفته 7 روز 8 روز گذشت، موضوع مطرح شد که آقا شما گفته بودید که ایشون حق داره بیاد. گفتم بسیار اگه میخواد بیاد اینجا حق داره بیاد، ولی خودش بره بلیط بخره چیزی اداره اجاره کنه بیاد، ولی شما نمیرید دنبالش. شما بایستی که
اول به ایران حساب بکنید و شهرهای ایران، بعد برید پرواز پاریس و لندن و فرانکفورتتون هم بخواید انجام بدید. البته ایشون هم میتونه بیاد، چون گفتم هر ایرانی حق داره وارد ایران بشه، اگر که قانون را مراعات کرد که سرور همه ماست. اگر که خواست شروع بکنه جوابش خواهیم داد. که این حرفا رو که اونجا زدم جلو 150 تا روزنامه‌نگار خارجی و داخلی که آقا خمینی اگر بیاد اینجا حق قانونیشه، ما نمیتوانیم بگیم نیا. و فرق من پس با شاه و حکومت استبدادی چیه؟ ولی وقتی که آمد اینجا اگر شلوغ خواست بکنه، پاتموشش رو گرفت، پورتش تحویل دادگاهش داد، اون ترتیبش میده. البته من نمیتوانستم نیروی او را نادیده بگیرم. بعد گفتم هر وقت میخواست بیاد بعد آمد. ولی من این رو در کتاب یک رنگی نوشتم و جناب عالی در اون چاپ دوم بخوانید. طرفداران قانون اساسی که اوکی مرا داشتند و عکس این که میگن باور کنید نه یه شوی پول من از دولت، از نخست وزیری، از چیز یک کدام از اینا ندادم. گفتم اگر ایمان دارید برید، مملکت باید روی ایمان من بعد بگرده، نه روی بند و بست و پول و این کثافتکاری های سابق. از این جهت به این نتیجه بنده رسیدم که 5000 نفر بیشتر نیامدن. هفته بعد پنجشنبه شدن 30,000 نفر. هفته بعد به روزنامه اطلاعات کیهان که دست آخوندها بود خودشون گفتن 150,000 نفر. و اگر این بیشرفانی که در رأس ارتش ما بودند یک قدری باز چند هفته‌ای 4 هفته به من فرصت میدادن، شما ایمان داشته باشید که خمینی میامد اون طرف میز مذاکره با من صحبت میکرد. ولی وقتی که کرم از خود درخته، ولی وقتی که یه ارتشی را شما اینقدر بهش میرسید و این ژنرال های پوفیوز را در رأسش میگذارید، نتیجه همینه که میبینید دیگه. من که نمیتوانستم در 37 روز کاری 37 سال را تصدیق بکنم، مگر میشد. اما برمیگردم به سالیوان را من دیدم، دست از پا درازتر، گوشاش تا اینجا، و اون چی که به سرش و به سفارت اونجا در آمد نهایت رضایت بنده را نسبت به شخص ایشون میکنه. چون ایشون اگر جناب عالی بهتره که راجع به این مسئله شما کتاب خود کندی و برژنسکی را بخوانید. اگر خوندید اون برژنسکی و کندی به طور کلی حرفاشون درسته. یه آدمی بود که یه بندوبستی کرده بود با بهشتی بازرگان، تا آمد پیش من گفت بهشتی بازرگان با مرتکه میناچی. تو میناچی کیه؟ این مسئله آقای سالیوان گمان کنم که سالیوان سنجابی دوتاشون در یه ساعت دیگه قرار گرفتم. آقای دکتر شما در اون جلساتی که با حضور هویزر و امرای ارتش تشکیل میشد شرکت داشتید؟ یک مرتبه من هویزر را در عمر ندیدم، یک مرتبه با او با تلفن مکالمه نداشتم، یک مرتبه همونطور که عرض کردم فقط به من گزارش دادن که یه همچی ژنرالی آمده. من هم با پوزخند گفتم مگه کم بودن اینا که این آمده؟ این برای چی آمده؟ به قره‌باقی گفتم آقای قره‌باقی جناب عالی میرید حرفای حسابیشون رو میشنوید، بره اگر که دخالت میخواد بکنه باشه بگید دولت سابق نیست. هیچ وقت من با او صحبت کردم، شنیدم در امریکا یک چیزی داده، یک کنفرانسی داده، یک مصاحبه‌ای کرده در امریکا اخیراً هویزر. آقای دکتر یکی از ایراداتی که به شما میگیرن یا مسائلی که درباره شما شایع هست اینه که شما در فاصله تعطیل جبهه ملی دوم و عرض کنم تجدید فعالیت جبهه در سالهای 1356 1357 رئیس کارخانه‌های دولتی بودید در ایران و در مدیریت بانک‌هایی که در اونجا دولت سرمایه‌گذاری کرده بود شرکت داشتید و فعالیت می‌کردید. پاسخ شما به این ایراد چیه؟ عرض کنم که خوبه که شما در امریکا زندگی می‌کنید. بله. من چون نه دزد بودم و گویی که از یه فامیلی بودم که ثروت و مکنتی داشت و به پول پدرم در اروپا درس خوندم، قبول نکردم شغل دولتی را از 28 مرداد همونطوری که دیروز بهتون گفتم و با اون شرایط. از 42 و 43 هم اگر من مدیر یک بانک شدم یا مدیر یک شرکتی شدم
که اکثریتش رو دولت داشته باشه یا حتی 30% رو داشته باشه، یا یک کارخانه‌ای که متعلق به دولت ایران باشه، بنده حاضر هستم تمام حقوق و مزایایی که در اون مدت گرفتم پس بدم. ولی اگر ثابت شد که بنده 2 کارخانه ورشکسته ملی به نام وطن میزبان جعفر کازرونی را به کار انداختم و عرق ریختم و زحمت کشیدم و نون زن و بچه خودم را تعیین کردم، اون وقتی که این ایراد اصلا بحث این چیزها، یه آدمی که به سفارت وزارت همه چیز 25 سال پیش میدادند و نگفت، نمیاد به رئیس یه چیز بشه. اما من دلم میخواست همین کارم نمیکردم و ای کاش که به من اجازه میدادن که مثل مدنی و خیلی ها توی دانشگاه برم و درس بدم. 18 ماه من تلاش کردم به وسیله دوست، آشنا، قوم، خویش، هر کسی. گفتن محال ما بذاریم با جوانان ایرانیشون تماس داشته باشه در دانشگاه. حالا مرتبط بشید که مسئله چگونه بوده. خیر، من هیچ وقت مدیر هیچ بانکی نبودم در ایران، هیچ کارخانه دولتی، هیچ کارخانه‌ای که حتی 20% دولت درش سهم داشته باشه. آقای دکتر، پریشب در برنامه لحظه حقیقت در تلویزیون که با آقای ژیسکار دستن صحبت می‌کردن، از ایشون سوال کردن که چرا خمینی رو از ایران بیرون نکردن و ایشون از ایران، از فرانسه، از فرانسه بیرون نکردن. بله. ایشون گفتن که با دولت فرانسه با مقامات ایرانی و با شخص شاه تماس گرفته و شاه با شخص شاه، بله، که با او کاری نداشته باشه. و شما می‌بینید که با آقای ژیسکار دستن خودتون هم صحبت فرمودید. بله، بنده در یک جلسه‌ای که ایشون بودند در روی اون میز به اصطلاح افتخاری که بنده اونجا حضور داشتم، مسئله خیلی مسائل کلی فرانسه صحبت می‌شد، مسئله خمینی مطرح شد و ایشون نگاه کرد به من و به من گفت که شما اطلاع دارید لابد. گفتم که سفیر شما در اونجا چیزایی به من گفت، البته سفیر فرانسه در اونجا، ولی من حقیقت امر این است که خودم از زبان شاه ایران نشنیدم. با اون چی که سفیر به من گفت، با اون چیزایی که آقای پونیاتوفسکی در ایران بوده و گزارشی که نوشته در گواتلوپ مطرح شده و روی گزارش گواتلوپ یه تصمیماتی بر علیه شاه گرفته شده، در این اصل و بر این منطق من گمان کنم که حرف آقای ژیسکار دستن صحیح باشه. اما من برای روشن شدن بیشترتون این را اضافه می کنم که مسئله خمینی در اینجا را پس از رفتن شاه من خواستم خودم روی همون سیاستی که عرض کردم این را مشغول بکنم تا مردم همینطور که شروع شده بود آرام آرام می آمدند البته به طرف من، و اگر اینقدر سنپاشی این پست فطرتانی فروهر سنجابی و این کثافت ها نبود، باور کنید کار من خیلی آسان تر میشد. به سزای خودشون رسیدند و من در نهایت عزت و حرمت با ایرانی ها میتونم حالا حرف بزنم و اونها در نهایت خفت، چه در ایران و چه در خارج. اگر اینها نبود، از این جهت من میخواستم یک کاری بکنم که خمینی دیرتر بیاد. مانور میدادم، فرض در تاریخ گاهی میگفتم تأمین جانش نمیتونم بکنم، گاهی میگفتم اگر کشته بشه چنین و چنان میشه. و حقیقتش هم اینه که اگه کشته میشد نمیدارید اون احمقایی که خیال میکردن که مهدی عصر آمده چه بلایی سر من می آوردن، نه سر من، سر خود احمقشون در می آوردن که ایشون آمد سر اونا در آورد همین کار رو. بله، عرض کردم روشن فکراره که حسابشون بنده رسیدن تو اون کتاب که دیدید در ایان. عرض کنم که روی این مبنا بود که من سعی کردم که آمدنشون رو به تعویق بیاندازم. یک روز سفیر فرانسه رو هم خواستم، غافل از با کلی اون جریانی که شاه و ژیسکار دستن با هم داشتن، و بهش گفتم شما میتوانید این مسیج مرا به پرزیدنت ژیسکار دستن همین امروز برسونید.
که میکنم روزی حتی یک شنبه هم بود، یه روزی بود که خیلی مشکل بود این کار. گفتم لازم نیست که من به شما نامه بنویسم یا با تلکس بزنید یا اینا، این به هر وسیلت به کاخ الیزه باید شما تماس شخصا بگیرید. و متاسفانه نخست وزیر خارجه فرانسه داشت که بسیار طرفدار خمینی بود. از این جهت گفتم بله، و آقای فرانسوا پونسه، و مستقیما شما به او بگید که بختیار از شما خواهش میکنه که به هر تقدیر و وسیله‌ای که میدانید آمدن خمینی را به ایران به تعویق بیاندازید. دیگه چگونگیش من نمیتوانم از اینجا بگم. شما میدونم در این مملکتی هستید که قانونی نمیتونید حبسش بکنید، نمیتونید چه بکنید اینا. ولی اگر بتوانید من خیلی خوشحال بشم. من میدانم که این سفیر این اقدام رو کرد و فردای اون روز آمد به من گفت ما اقدام کردیم از که درسه. حرفی که سفیر متاسفانه بیچاره در یک سال پیش در یک اکسیدان اتومبیل کشته شد. در اسپانیا سفیر بود، در اسپانیا سفیر فرانسه بود، و گفت که ایشون میگه که من قانع نشدم از اینکه به ایران نرم، یا چیزی جواب برای من آورد. حالا هر چه بود و مرده بنده نمیتوانم بیشتر از این بگم. اما یه چیزی میخوام به شما بگم که خیلی انترسانه، و این را از پونیاتوفسکی من دارم که خودش در ایران بود 10 روز قبل از نخست وزیری من، که رفته بود با شاه صحبت کرده بود که چه میخوای بکنی، و پسیکولوژی شاه، رفتار شاه چی داره، دکمان خیلی انترسانی، ولی چون سکره دتای نمیتونم من به شما بدم، اونم به من نداده، برای من خوند فقط. در اونجا شاه یک جنبه ای را، چون مرده من ای را میگم و انصاف را باید قبول کرد، پیشنهاداتی از طرف بعضی از ارتشی ها به شده بود برای کشتار زیاد و برای قلع و قمع ایرانی ها. گویی که نبایستی 25 سال 30 سال اون کارا را میکرد، اینا همه به جای خود، ولی گفت من حاضر نیستم که 30,000 نفر ایرانی را بکشم. این را من میتوانم تأیید بکنم برای ضبط در تاریخ باز. گفت من حاضر نیستم 30,000 نفر ایرانی را بکشم برای که پادشاه را بکنم. این را گفته، و این را من از قول گزارشی که به گواتلوپ رفته بود باید بگم. آقای دکتر، به نظر شما چرا در گوادلوپ قدرت‌های غربی علیه شاه تصمیم گرفت؟ وقتی که دیده بودم، وقتی که من نخست وزیر نشده بودم، همیشه به اینا خدمت کردید. این حرفی است که من به انگلیسا زدم، گفتم شما خیال میکنید که حکومتی میاد بعد بهتر از ایران میشه؟ گفتن نه، ما این رو میدونیم، منتها دیگه حکومتش قابل دفاع نبود. این انگلیسا میگن. البته در مسئله امریکایی دیگه خودتون میدونید جریان کارتر اینا رو دیگه مدرک به اندازه کافی دارید. اینا وقتی ببینید چند مدرک از چند نفر آدم که با هم دیگه اختلاف دارن، وقتی دیدید یک سان میگن، این دیگه خودش حجت میشه. به نظر من مسئله‌ای که مطرح بود این بود که حکومت شاه قادر به اداره کردن نیست، و اینجا دیگه راست. شاه به اندازه کافی وقت داشت از زمان، حتی همونطور که توی کتاب هم نوشتم، سقوط حکومت آموزگار، یعنی به جایی که شریف امامی را بیاره و ازهاری را بیاره و تمجموج بکنه برای صدیقی و بعد بختیار را بیاره، اگر این مسائل را شما نگاه بکنید ببینید اینها فرصت هایی بود که خودش از دست داد. خیلی فرصت از دست داد، خیلی روزهای گرانبها، چه بگم ساعتهای گرانبها از دست داد، و بعد دیدن که نه، این بابا وقتی هم که او رفت و به اینجا رسید، چون بالاخره زمان آموزگار، آخر حکومت آموزگار کاملا پیدا بود که طغیانه، و شاه خودش گفت من انقلاب شما را شنیدم و چنین و چنان. خب در این صورت آدم همون روز میاد صدیقی را بهش میگه آقا بیا چی کنه، حالا سنجابی و بندم بعدمون بیاد به درک، بعدمون تقصیر خودش بود، و الا اونها به نظر من بدی از شاه ندیده بودن، همونطوری که جناب عالی میگید. چه امریکا چه بدی دیده بود، همین فرانسه چه بدی دیده بود، خیلی خیلی اکسچنجی که ما با اینا داشتیم زیاد بود. آقای دکتر،
شما در مورد اعتصاب کارگران کروپسخانه ها که من از شما سوال کردم به من فرمودید که شما امتیاز رو به کارگر میدید و به نمایندهشون میدید، برای شما هیچ اهمیتی نداره که نماینده عضو حزب توده باشه یا هر جای دیگه باشه. این که نمیگفت عضو حزب تودم، اینجاش هم ننوشته بود حزب تودم که میدونید قانونی نبود. بله. میدونید اینا که هیچ کدام نبود، یک کارگری آمده، اون کارگر آمده، اینا میخوان هر کدام یه پل بگیرند. بله. شما نمیدونستید که اونها نمایندگان توده‌ای هستند وقتی که امتیازات رو بود؟ من اگر امتیازی بود همونطور که عرض کردم به کارگر میدادم. ببینید همه چیز میشه من رو متهم کرد جز توده‌ای بودن. نه. این دیگه که نمیشه. پس در این صورت اگر این کار کردم کار عقل و منطق بود. حالا اومدم آقا به قول دکتر مصدق یه روزی گفت آقا اگر یا آقای بیاد بگه که آقا جناب عالی نماز بخونید، میگید چون سفیر انگلیس این آقا من نماز نمیخونم. حالا فکر کنید توده‌ای آمده یه حرف حق زده، یه حرف منطقی زده. این یک فرق سنخ فکر اروپایی با سنخ فکر ما ایرانی‌ها و اداره کردن ما. توده میاد حرف حسابی میزنه. الان اتحاد جماهیر شوروی دیگه میدونید با بنده چه روابطی ممکنه داشته باشه. اتحاد جماهیر شوروی شنیدم توی روزنامه ها مجلات خوندم میخواد یه انستیتوشنی، یک کنفرانس بین المللی، یه چیزی ضد تروریسم درست کنه. من اگر به من بیان بگم براو شوروی، کار خوبه هر کی کرد باید گفت خوب، کار بد هر کی باید گفت بد. اجازه بفرمایید من سوالم بکنم. در اون زمان از نهضت ملی ایران خیلی مهم بود که حزب توده به عنوان یک نیروی عظیم در ایران جلوه نکنه. همونطور که شما خودتون بهتر میدونید به خاطر تحریک سیاست امریکا و همراه شدنش با سیاست انگلستان علیه نهضت ملی. این جنبه یک جنبه قضیه که نمیبایستی که اگر میخواستیم ما در واقع امتیازات بدیم بهتر بود که به کارگرانی میدادیم که میدونستیم که اونها طرفدار نهضت ملی هستند و از اونجا سربازگیری بکنیم برای حمایت از نهضت ملی. همونطور که وقتی که من از شما سوال کردم راجع به دانشجویان جبهه ملی پرسیدم که چرا اینجوری نشد، شما گفتید برای اینکه اونها توده‌ای بودن، اگر می اومدن فردا این رو نشون میدادن به امریکایی‌ها میگفتن نگاه کنید اینها کمونیست و توده‌ای هستن. به همین دلیل میگم آیا بهتر نبود که در اون زمان این امتیازات به نیروهای ملی داده میشد که چنین تهمتی به نهضت ملی زده نمیشد، نمیگفتند که توده‌ای ها پشتیبان این هستند؟ ببینید آقای عزیز من، اولا مسئله رو باز من برمیگردونم روی یه چیزی، اعتصاب کورپسخانه ها. نمیدونم کی برای شما یا خودتون بودید یا چی بود، این امپکت سیاسی این جریان عظیم را حقیقتا نداشت، به طوری که خود من که وزارتکار را میچرخوندم هیچ احساس نکردم که یک سیلی داره بلند که نشدم خوابید بکنی. کورپسخانه ها کارگرانی که درش کار میکنن کارگران روشنی نیستن، آدم های بدبخت بی سواد عقب مونده تر از سایر قشرهای کارگری ایران هم هستند. از این جهت یه نفر آدم که آمده به من میگه آقا اینجا به ما زور میگن اونجا به ما زور میگن، من دیگه نمیپرسم آقا جناب عالی ملی هستید یا ملی توش بگید ببینم چیه. این سنخ فکر من ندارم، حالا عیب شاید این سنخ فکر من ندارم. به نظر من چون این تجربه رو کردم، کارگران توده‌ای را در آبادان تحویل گرفتم، کارگران ملی رو تحویل دادم. این کار سابقه داره. شما توده‌ای را خیال نکنید از مادر زاییده شده توده‌ای، ابدا اینطور نیست. البته یه عده اژیتاتور مأمور هستن از قوای خارجی بیان ایران دستابیلیزه بکنن، این دائما هست، باید مراقب اونها بود. ولی یه آدمی که آقا یک افکاری داره که شما میگید این شبیه به توده‌ای است، به خودی خود نفی کردن اینا معنا نداره. آقای دکتر میدونیم که برای هر جریان اجتماعی من به طور کلی این کلمه عمومی جریان رو به کار میبرم، نه تحول و یا انقلاب به طور دقیق. مسائل خیلی زیادی باعث میشه که اون چیز به وجود بیاد. به نظر شما این جریانی که در ایران به وجود اومد مهمترین دلیلش چه بود که ما اینجا رسیدیم؟ به نظر من مهمترین دلیلش یکی اقتصادی بود، یکی اجتماعی. چیز سیاسیش اهمیت نداشت. اتفاقا شاه
با تمام بلند پروازی هایی که میکرد یک بالانس اف پاوری ما بین شوروی و امریکا و ممالک غربی اینا را حفظ میکرد تا حد زیادی. و باید ببینیم روی اون دو فاکتوری که بنده عرض کردم، یعنی اجتماعی و اقتصادی. و برای اقتصادیش حرف ژیکاردستان در همون جلسه براتون خواهم گفت، اما برای اجتماعیش این است که مملکت ایران بعد از سقوط مصدق یک روز هم حق نداشت که یک حزبی شبیه به حزب نیروی سوم، حزب ایران، جبهه ملی، از این چیزا داشته باشه. و شاه مصرن، و این بدبختیش بود که وقتی حس میکرد که این جریان به یک جایی به مصدق میرسه، الرژی پیدا میکرد راجع به این موضوع. و اینا تا روزهای آخر روی بستر مرگش هم همینطور بود که توی کتابم من نوشتم این موضوع. پس هیچ چیز اصیل ملی، هیچ تشکیلاتی در مدت 25 سال نگذاشت این آدم نضج بگیره. اگر مثلا 40-41 هم یه سر و صدایی بود خفه میکردن، انتخابات چنین. اینه که از نظر اجتماعی به نظر من شاه به اون نیروی اصیل ملی راه نداد. جلو سیلی که گرفتید از این طرف ها میخواد بگذره به صورتی. یک عده از این جوانان ما رفتن مجاهد شدند با تعلیمات یا کمونیستی یا چیز، ولی با لعاب مذهبی. یه عده هم رفتن فدایی و چیز شدن با لعاب مارکسیستی. در مقابل اینا باعث یک پوران اصیل ملی باشه. شاه این را قبول نمی کرد، تحمل آخوند می کرد، تحمل توده می کرد، میگفت توده ای میگیرم، که امریکایی هم ببینید توده ای ها رو میزنن، ولی نمیذاش اصلا نطفه یه حزب مردمی در ایران به وسیله میلیون درست بشه. این چیز اشتباه. پس در این صورت روز به روز مردم مجبور بودن روی یکی از این دوتا برن که رفتند و دیدیم و چی. این اجتماعیش بود. اما اقتصادیش هیچ تردیدی نیست که البته هنری هم نیست که در این زمان سطح زندگی مردم ایران بالا آمده بود. انصاف رو باید آدم داشته باشه. من توی کتابم نوشتم، شاید توی کدامشون بود، نوشتم که ایرانی یه خاصیت داره که بی انصافه، یه خاصیتی دیگه هم داره که خیلی پرروی اغلب. اگر پرروی نبود این آقایونی که اینقدر کثافتکاری با خمینی کرده بودن نمی آمدن اینجا خودشون قهرمان ملی حساب به مقالب بزنن. اینا پررویی میخواد. نمیدونم شما آقای رجبی رو دیدید یا آقای بنی صدر رو دیدید یا اینا رو، نمیدونم واقعا اینا چطور توجیه میکنند. ولی اشتباه کردم، خیلی سعادت بعد اشتباه ولی نمیگن که ما خودمون قانون این چیزا رو چیز کردیم، ما خودمون این رو قبول کردیم. این قانونی که اینا گذروندن مگر حق نمیده به خمینی که آقای بنی صدر رو بیرون بکنه؟ یک مورد عرض کردم، خمینی قانون رو اجرا کرد، اونم در مورد بنی صدر بود، بر طبق اون قانونی که چیز شده بود، بر طبق همون قانون برش داشت. پس این مسئله اجتماعیش رو بذارم به کنار، مسئله اقتصادی است. مسئله اقتصادیش البته ترقیاتی شده بود، یه کارخانه های آمده بود، خیلی کارهای بد شده بود، خیلی چیزهای مخصوصا متظاهرانه کار میکردند، تمامش کارتون بود، تمامش فساد بود، تمامش این چیزا صحیحه. اما این چیزا هم شده بود، نمیشه منکر شد. سدهایی که در ایران ساخته شده خب نمال ملت ایرانه. چون من یه مقدار زیادی در زندگی کمک به اینا میکردم، برای اینکه مشاور حقوقی شرکت فرانسوی بودم که چی میکرد، من متن حقوقی فرانسه و فارسیش رو با هم تطبیق میکردم و در حدود 3-4 سال از اینجا زندگی میکردم. برای اون قسمتی که گفتید هر جا خواستید این تیکرم بگذارید. اما مسئله اقتصادی به یه جای عجیب رسید. یک روز ما از 3 میلیارد دلار رسیدیم به 18 میلیارد دلار در عرض 48 ساعت. خب این پول ممکن بود عاقلانه با سرمایه گذاری تدریجی و با بهره‌های متناسب وارد ارگانیسم اقتصادی ایران بشه و ایران را یک انفراستراکچور اقتصادی صحیح بده.
این کار رو ما نکردیم، تکنیسیان کافی نداشتیم و چیزایی که و یک دفعه سیل پول آمد. این پول ها یه مقداریش دور میزد و برمیگشت به امریکا، به انگلیس، به فرانسه، بدون اینکه فایده ای داشته باشه. اغلب یا اسلحه بود. یه مقداریش هم دزدان حرفه‌ای آریامهری افتادن بخوردن. اختلاف ثروت به یه جای عجیب رسید. شما وقتی فکر میکنید در زمان رضا شاه وقتی رفت، رضا شاه بود که اندازه تمام مردم ایران چیز داشت و 15 نفرم بودن اشخاصی که متمول بودن و 100 نفرم بودن اشخاصی که بورژوازمان میتونستن زندگی کنن. سه تو دیگه چیزی نبود، همین بودن. اینجا مسئله طوری بدی شد. اینجا یک طبقه درست شد که 1 میلیون آدم بود که اینا دزدان قهار بودن و سطح زندگیشون به یه جای عجیب رسیده بود. حقوق رسیده بود به ماهی 100,000 تومان. به کی؟ به مهندس کشاورزی مدرسه کرج. این خونی که تزریق به بدن میکنند وقتی که بیشتر از اون حد کافی باشه این توپل میده، ناراحتی میده، این سرگیجه میاره. خدای نخواسته اگر یه روزی شما خونریزی داشتید و خواستن این کار بکنن، چون من داشتم و این کار کردن، بعد از 2 لیتر من سرم گیج میرفتی. که ایران از نظر اقتصادی یک مقدار زیادی یک مرتبه این پول تزریق شد. بایستی که وارد میکردن همون 3 میلیون را 6 میلیون میکردن، بعد 8 میلیون میکردن و انفراستراکچور را درست میکردن، کادرها را تربیت میکردن و این پروژه ها را پیاده میکردن با امکانات. نکردن و از این جهت شد. اما راجع به ژیسکار دستن در همون جلسه به من گفت یک روزی من در سن موریس رفته بودم اسکی بازی بکنم، وزیر دارایی فرانسه بودم در 73 در 73 چون خب آدمی که در اقتصادی لیبرال خیلی وارده. اتفاقا وقتی من رفته بودم فورین ریلیشن کانسیل در اونجا، هفته قبل از من ژیسکار دستن رفته بود صحبت کرده بود، بعد من هفته بعد رفتم به نیویورک صحبت کردم. در این جریان ایشون میگفت که من شاه را دیدم در سن موریس و به من گفت که آقای ژیسکار دستن ما امسال جای 3 میلیون یا 4 میلیارد ببخشید یا چند میلیارد ما 18 میلیارد خواهیم داد و این را من میخوام فوری وارد مملکت در اقتصاد بکنم. چی دا؟ گفتم اینطور که خودی اینطور که خود ژیسکار دستن میگوید، گفتم که ماجسته، به فرانسه میگم به فارسی، ماجسته vous allez préparer vous-même une révolution contre vous-même. شما اعلی حضرت یک انقلاب خودتون به دست خودتون برای خودتون درست میکنید. این حرفی که ژیسکار دستن زد روی همون جریانی که جناب عالی هم بهش اشاره کردید در همون شب. و من از نظر اقتصادی این حرف صحیح میدارم. در ایران یک بغض و عناد و کینه‌ای پیدا شده بود نسبت به این دزدان و این اشخاصی که دیگه خدا میدونه چی میکردن که اصلا قابل تصور حالا برای شما نیست. و آقای خمینی آنتیتز ای را آورد، گویی که دزدی بیشتر هم شده شاید کمتر نشده، ولی از نظر دیگه اجتماعی چه عرض کنم چه شده مملکت به چه حالی است و میبینی دیگه چه خونریزی و چه کثافتکاری. ولی اون اروگانس و اون وضعیتی که این طبقه نووریش در ایران داشت نیست الان در ایران. آخوند هرچی هم داشته باشه میذاره زیر بغل، دیگه جلو چشم مردم عرضه نمیکنه، دیگه فلان زن بدکاری کاباره را نمیاره بگه لخت بشو برای مهمانای من امشب من 100,000 تومان به تو میدم. و این تو گوش مردم پیچیده بود و از اون طرف هم استرکتور اجتماعی و حزبی و اینا رو هم که بهتون گفتم، این دوتا دست به هم داد و تعادل ایران را به هم زد. آقای دکتر، من با تشکر از وقتی که به ما دادید و با صبر و حوصله به تمام سوالای ما پاسخ دادید، این مصاحبه رو در اینجا ختم می‌کنم. خیلی متشکرم از شما. خواهش